در حیات ما عزیزان قانون‌های زیبایی هستند که اگر ما آنها را رعایت کنیم ما به یک انسان دیگر تبدیل می‌یابیم. یک قانون هست که قانون 2 دقیقه‌ای نام دارد. این قانون میگوید که اگر هر کاری که زمانش، یعنی اگر آن کار را ما انجام دهیم 2 دقیقه وقت میگیرد، اول همان کار را انجام دهید. مثلا وقتی که ما از کار به خانه برمیگردیم، مثلا عوض کردن لباس ها اگر 2 دقیقه وقت میگیرد، اول همین کار را انجام دهیم. و یا وقتی که از خواب بیدار میشویم، رخت خوابمان را مرتب کردن اگر که 2 دقیقه وقت میگیرد، ما همون کار را انجام دهیم. و یک قانون دیگر داریم بسیار زیبا است، قانون 21 با 90 نام دارد. این قانون میگوید که اگر شما هر تغییری که در زندگی میخواهید اگر آغاز کنید 21 روز وقت میگیرد و 90 روز دیگر وقت است که آن به یک باور، آن به یک عادت تبدیل یابد تا اینکه شما یک انسان دیگر، یک انسان زیبا و یک انسان شادمان و مسرور گردید. یعنی قانون 2 دقیقه‌ای و قانون 21 با 90 را اگر شما اجرا نمایید، من باوری کامل دارم که زندگی شما دیگرگون خواهد گشت. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشکش می نماییم. با ما باشید، با ما بدرخشید.